10 نفر از ثروتمندترین آدمای دنیا که قانونای عجیب غریبی برای بچه‌هاشون گذاشتن. نفر اول بیل گیتس بود که به همراه همسرش کاملا آگاهانه تصمیم گرفتن که به هیچ کدوم از بچه‌هاشون اجازه ندن که از فضای مجازی استفاده کنن. در عوض اونا باید به مردم کمک میکردن، به خیریه کمک میکردن و روابط اجتماعیشون رو گسترش میدادن. نفر دوم دونالد ترامپ بود که قانونای عجیب خودشو داشت. اول اینکه پسرش حتما باید گلف یاد میگرفت، چون از نظر ترامپ علاوه بر اینکه ورزش خوبیه میتونه بهت کمک کنه که تمرکز و پشتکارت رو بالا ببری. قانون دوم دونالد این بود که از همون اول بچه‌هاش باید تو تمام جلسات بیزینسیش شرکت میکردن. فکر میکنم برای همین شد که ایوانکا خیلی سریع تونست بیزینس خودش رو راه بندازه و البته در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم جزء مدیران ارشدش